سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوایم آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری رو بهتون ارائه بدیم. این بسیار پرکاربرد هست. اگر ویدیو رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. موفق باشید. خب همونطور که مستحضر هستید آبگرمکن ها مانند دستگاه‌های دیگر احتیاج به سرویس دارن، سرویس های دوره‌ای دارن. یه سری ایراداتی در دستگاه ممکنه پیش بیاد که من به شما توضیح میدم. در مواقع شما دستگاه رو روشن میکنید ولی دستگاه در این دستگاه با زمانی که جرق بزن فعال میشه دستگاهتون روشن نمیشه. خب در این مورد حتما باید شیر گازتون رو چک کنید ببینید باز هست. در صورت که باز نبود احتمالاً مشکل از شیر گازیتون می باشد که در این صورت حتما باید با متخصص این کار تماس بگیرید جهت رفع ایراد. در بعضی موارد دستگاه به راحتی به خوبی کارشو داره انجام میده ولی فشار آب مصرفیتون خیلی کم میشه. خب این مشکل مربوط میشه به قسمت مبدل. با توجه به رسوب آبی که در آبای مورد استفاده هست و گرم شدن در داخل این سیستم، این رسوبات در داخل این لوله های مسی انباشته میشه و مسیر حرکت آب رو در داخل این مبدل ضعیف میکنه. به خاطر همین مقدار آبی که از شیرتون خارج میشه کم میشه و جهت رفع این اشکال باید مبدل باز شه، اسیدشویی بشه و مجدد در محلش قرار بگیره که اون هم باید توسط متخصص این کار انجام بپذیره. خب ایراد بعدی که میشه پیش بیاد در مورد روشن شدن، داخل این رگولاتور یه دیافراگمی وجود داره. به مرور زمان ممکنه این دیافراگم دچار پارگی بشه، پاره بشه. زمانی که دیافراگم پاره بشه فشار به قسمت گازمون نمیاره و دستگاه روشن نمیشه. اون هم با تعویض اون دیافراگم مشکل حل میشه. در اینجا هم که مشاهده میکنید ما یه شیر روی رگولاتور داریم. این شیر جهت مقدار جریانی که وارد رگولاتور میشه و اون دمای مطلوبی که به شما میده بر اساس جریان آب تنظیم میشه و در اینجا ما روی شیرمون یه ولومی داریم که این ولوم هم جهت مقدار شعله و دمای مناسب آب مصرفیتون. در مورد لوله کشی های آبگرمکن ها باید مکان مناسبی داشته باشه، محل نصبشون، محل قرارگیریشون. ارتفاع تمام شده از کف محل قرارگیری 1.20 متر حدوداً باید باشه و از قسمتی که شیر نصب میشه تا قسمت زیرین دستگاه حداقل 20 تا 30 سانتی متر باید فاصله باشه. در مورد آبگرمکن هایی که دارای فن نیستن حتما باید نکات ایمنی در مورد خروجی دودکش گاز انجام بشه. اگر در مورد این خروجی و نوع دودکشات سوالاتی داشته باشید میتونید به سایت ما مراجعه کنید. کاملا در سایت مطالب گذاشته شده، توضیح داده شده در این مورد. خدمتتون عرض کردم که این آبگرمکن ها بر اساس ظرفیتشون انتخاب میشن و مدل های مختلفی دارن. اینکه این دستگاه مدل جرق بزن هستش که با باز شدن مسیر آب دستگاه فرمان به جرقه زدن میزنه، شیر گازی دستور به باز شدن میده و شعله تشکیل میشه. در مرحله آخر یو نمونه که شعله رو میبینه و ادامه به کار دستگاه میده که دستگاه کارشو انجام بده.